دوستا جور بخیر تیار تکره. امروز میخوایم بریم سمت پایین سویدن بسه 2 ساعت فوتبال پسر ما ببینیم میرسیم در اون مسیر یا نه. چرا نه ملیکا؟ مسیر طولانیه نه؟ 2 ساعت 2.5 ساعت راهه. هوا خوبه نه رقیه؟ ولی مسیر چطوره امروز هوایش؟ ورسی پرسی پرچما چیه؟ درود سامره. پرچمای چیه پرستوی؟ سامر چیه؟ اولین آدمان سویدن های قدیمی، اونایی که توی خیمه نشین هستن. آره بچه در شمال سویدن که است؟ امروز روزشونه یا؟ خیلی عالیه دیگه. که گملی هسته چیزای قدیمیش که قدیمی بود، خیمه ها و مثل افغانستان که مثلا چری و بخاری و علکه این چیزا را داشتن. اونای؟ مثل آتای افغانی اونو چیز از پشم گوسفند، از پوست، از چیزا استفاده کردن. خدایش اون زمانم حال هوایی داشته دیگه، هوای سرد سویدن منفی 20 درجه. کلن از پوست گاو و چیزا استفاده میکردن. گوسفند اینجا کافشن این چیزا داشتن. ولی تو حساب کن فکر کن مثلا قدیم حالی که 20 درجه، شاید اون زمان منفی 30 درجه بوده. زندگی خیلی سخت بوده در آب و هوا، خیلی سخت خیلی. ما اینجا خیلی ما هوا سرد میشه تا بیرون میخوایم بریم تمام جان ما رو یخ میزنه، با اینکه لباس هم داریم، کاپشنای گرم، شلوار گرم، 2 دانه لباس بپوش زیر کاپشنا، بازم یخ مونه. اونا قبلا خود فشاری هم کردن در به چی؟ رین گوزنه گوز نموشه که گوز میشه این؟ رین از اونه که شکل ایلیه همون بچیم گوز نمیشه. افتمالشون روی گوز بودن. دوستا امروز آمدیم فوتبال پسر ما نگاه کنیم در شهر اوویک. تا الان 3 تا گل خوردن، 4 تا زدن، 3-4. مثلا شما نگاه کنیم که بقیه ادامه فوتبال نگاه کنیم، میبینیم چند میشه آخری بازی. اوه نهاش ارفان اونجا ارفان اونجا بازی منه. Albina? Albini taraf. برا عرفان سديدة
که آلوینه؟ نه اسکره. نارا پیشو نارا. یحیی پاس میده. اسمش ریو یا نه ریو. دومینیک نه؟ موش شده. تو بازی داره. شماره 10 آبیا خوب بازی میکنه. برا شد. عرفان کجا وایسته؟ عرفان در وسط شد. بودی اون داخل الان ببین. شماره تا عرفان دار ببین. اوف. عرفان نیکرد. برو دیگه. ای بابا. اصلا اینا رو ما میتونم اسکیلوز کنیم. کیره؟ نه ما میتونم چی بود؟ نه دیگه. نه ما میتونم یا بودی کنم. برا. کورنل شد. تیم عرفان خیلی بد بازی منه امروز. دفعه قبلی 8 دانه گل زده بودن تیم عرفان. دروازه‌بانشان. برا. آره دروازه‌بان ده هفتم بوده. دروازه‌بان شده هفتم بوده. کدام کاپیتان دوستای پسر ما مصدوم شد از بازی بیرون رفت کنم پایش آسیب دیده. الله خدا کنه چیز نشه شما دعا کنین چیزی نشده.
بازی ساز تیمشان بود ولی از شانس بعد ما مصدوم شد. خدا کنه اتفاق نیفتاده باشه واسه سر ما، پایماش سر حال باشه، شکستگی چیزی نداشته باشه. دوستا التماس دعا. دوستا بازی فوتبال سرمان تمام شد، نتیجه هم 4-3 تیمشان برنده شد و بازی بعدیشان در شهر سندوسوال 2 ماه دیگه است، به خاطری که هوا زر گرمتر شه اینا استراحت کنن. خب این ولاگ ما تمام شد. روزگار برای همگی خوش. خدا نگهدار.